سلام، چطوری؟ من نارینم و این اولین ویدیویه که من قرار تو چنلم بذارم. خب من تو این ویدیو قراره بهتون خودم رو معرفی کنم و بگم که قراره تو چنلم چیا بذارم و اینطور حرفا دیگه بریم که داشته باشیم. شما همین اول بگم که یه دفتر اینجا دارم که اگر هی بهش نگاه میکنم بخاطر اینه که چیزی که باید بگم اونجا نوشتم و چون یادم میره هی مجبورم بهش نگاه کنم، پس واقعا ببخشید. خب همونطور که اول ویدیو گفتم اسمم ناریناست، 14 سالمه، یه سگ دارم اسمش پیناته. بچه‌ها اینم الان بگم یهو این پاپیونش افتاد، ببخشید. داشتم چی میگفتم؟ آره، کرج زندگی میکنم، در حال حاضر توی 3 تا اپلیکیشن فعالیت میکنم: تیک تاک، اینستا که آیدیا من براتون میذارم، این تیک تاک اینجا الان گذاشتم براتون و اینم اینستاست، به این فالو کنید. شاید تعداد خیلی خیلی کمی از کسایی که در این ویدیو رو میبینن اونجا فالو داشته باشن یا حداقل دیده باشن. و آره الانم که یوتیوب میشه سومیش دیگه. باشه من واقعا یادم میره چیزایی که باید بگم، ببخشید. آها البته فالوور زیادی نمیشه، الان یه دفعه یادم افتاد اینو بگم. ندارم اما توی تیک تاک و اینستا، توی اینستا 4000 خورده‌ای دارم که بخوام صادقانه بگم بیشترشون روحن و آره هیچ کاری نمیکنم، فقط پستا رو میبینن دقیقاً از یه لایک یا یه کامنت یا چیزی بگم. بچه به نظرم یوتیوب اولین برنامه‌ایه که تو توش واقعا خود واقعیتی نگاه کن. مثلا من الان نه فیلتری دارم نه هیچ آرایشی دارم، هیچی. عالیه، به نظرم دوست دارم این چیزشو. آره توی تیک تاک هم 65 دقیقا فالوور دارم. خیلی دارم سعی میکنم فالوورم بره بالا، نمیره دیگه. آره شما برید فالو کنید بره بالا. آره فریاد میکنم بریم سر. بچه داشتم فیلم میگرفتم یهو حافظم پر شد و قطع شد. عالیه، اشکال نداره، الان میریم صفحه بعد. آره الان اومدم تو یوتیوب که با این اپلیکیشن میشه 3 تا اپلیکیشن و آره میشه 3 تا. حالا قراره تو چنلم چه نوع ویدیوهایی بذارم؟ همونطور که از اسم چنل معلومه قراره ولاگ بذارم. حالا ولاگم از چه نوعیه؟ تمیزکاری، روزمرگی، سفر. از پینات میذارم برات، کلا ولاگ دیگه، کلا ولاگی. و برای کسی که الهام بخش بوده برام که بیام این چیزو بزنم و علاقه پیدا کردم دیزی بود. نمیدونم میشناسیدش یا نه، یه یوتیوبر کره‌ایه که همینطوری ولاگ میذاره تو پیجش، ولاگ مختلف از دانشگاه رفتنش، از مسافرت رفتنش، از تمیز اتاقش، دیزاین اتاقش، کلی ولاگ داره و من تقریبا همشون رو دیدم و خیلی دوستش دارم واقعا. راسته بگم که امیدوارم الان این ویدیوم بره توی فور یو اکسپلور، چی میگن توی یوتیوب، من نمیدونم واقعا، آشنایی ندارم باشه، تازه اومدم. امیدوارم برید تو همون و ببینیدش شما و بیاید فالو کنید بچه‌ها که قرارشون هفته یکی دو تا براتون ولاگ بذارم. تو تابستون میخوام سعی کنم هر هفته 2-3 تا رو بذارم، ولی خب مدرسه‌ای که باز میشه سرم شلوغ‌تر میشه و نمیدونم میتونم 2-3 تا رو بذارم یا نه. امیدوارم بتونم. فالو کنید، بعد اگر خوشتون نیامد این هفته رو ببینید، اگه خوشتون نیامد فالو کنید.